هیچ مرا تیر از این موتر از این آدم نمیگیرم. بجای موتر ما این 10 تا ورزشکار افغانستان فیوز. هیچ امکان نداره که موتر ندیا پالوان. این گپ بین خود ما بود. خود گفتم گمش کو بین خود ماست. خود حل میشه یک رقم نه یک رقم. حالا گپ به همسایه رسیده. انترنشنال میشه چند روز بعد. تو گوش کو که بگی نمیتواد خلاف. گوش کو چی میگی؟ افغانستان बहुत ही जरूरी मैसेज है, गौर से सुनिएगा. पहलवान शकूर मोटर चे शद این دیگه بیابی آلی رو چه رقم جمع میکنی؟ گفتم گپ بین خود ما بود. آله این گپ دینا رسیده یا خود نمیمانه تا این چه رقم بگویم که بیاب نشیم. امیره بگو مردکه را اینی استخبارات ما پشتش هست او در دوش هست. عکس هم برش نشان بده. بگو دیپور چه موجود نہیں ہے. چلا گیا خدا میدانا کجا موجود ہے. اگر موجود نہیں ہے پس کیوں اتنا شور مشورہ کرے گا؟ ضرور اس کا تکلیف ہے. اس کا تکلیف ہے. مایره میگم که برازو بگو که گپ حال شوه که گپ تیر شوی بگه ما را دروغگوی کشید. بایی یہ کلان آدم در افغانستان بودن کرتا ہے. خدا معرفی کو کہ تو 6 लाख में नौजी معرفी को बड़े बड़ा आदमी हूँ मैं. कोई छोटा आदमी नहीं हूँ. कोई मसाला बहुत मैंने सब कुछ सिनेमा में लाएगा. मेरा कंपनी फिल्म शाहीन इस फिल्म मेरा कंपनी था. धर्म जी मेरा उस्ताद है. बस यानी मैं भी बहुत खिलाफ दरोगोई कैसे के सर क्या पकड़ उस्ताद ना मेशा खैर नबीनी دست شما مردم بیخی در کل دنیا یعنی انترنشنال بیاب بشه. یعنی اکه بشه محترم ها بتی این گپ دادان از یا رسید با خدای مردم نمیمانه. هر دفعه که یک گپ شما بگونه شما اینی رقم مردم هستی. حال ما ماندنید نیستیم. باید بگیری که گپ اینی رقمیست. ما همه چیز قبول دارم. تانه همسایه ما را قبول ندارم. ما چی که تمام ملت دردیده رنجیده به فالو به گفت سر به خود کلش طاقتش نداره. یک ثانیه که خارجی به سر ما گپ بزنه. خواهش میکنم لطفا یک چاره کن. ما موتر میخواهیم